چین اونی نیستش که فقط شما تو فیلم ها می‌بینین پر از ساختمونه مجلل. اینجا هم جزو از گذشته چینه. محلا رو فقط توی فیلم های بروسلی میتونید ببینید. بافته قدیمی انگار واسه 100 سال پیش، ولی وسط شهر گوانجو. جالبه نه؟ ولی اینجا رو ببینید، فاصله این دوتا کلا یه دونه رودخونه هستش با این قسمت. ولی دولت چین هم باز برنامه‌ریزی داره که اینجا رو هم مثل اونور بکنه، یعنی در آینده این برنامه رو داره. درسته پیشرفت کرده ولی کم کم. تو هم بیا خفتمون نکنن اینجا. ولی امنیت اینجا هم عین اونجا تامینه. ناکن پشت سر منو دوربین پلیس هستش که همیشه اینجا رو رصد بکنه یه موقع اتفاقی پیش نیاد. بنابراین امنیت دو طرف با هم یکیه. سرعت پیشرفت چین واقعا تو این چند سال خیلی رفته بالا. یعنی اگه 10 سال پیش بیاین با الان بیاین خیلی فرق کرده. اینجا هم که می‌بینین شاید چند سال دیگه نباشه، رفته باشه بالا. نظرتون راجع به پیشرفت چین چیه؟ برام کامنت بکنین. علی چینی هم که میشناسین، دوست داشتین فالوتون نره.